نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. درود شريف بخاني شما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوره مبارکه مؤمن اولین حامیم هست از حوامیم سبعه که روایتی از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما صبح خدمت شما هم روایت را خواندم که ایشون معتقد است لكل شيء لباب و لباب القرآن الحوامیم. هر چیزی یه خلاصه‌ای داره، یه مغزی داره و خلاصه تمام قرآن مجید، مطالب عمده‌ای که در قرآن بیان شده خلاصه‌شون در این حوامیم هست. حوامیم هفتگانه. و باز خلاصه تمام حوامیم در حامیم غافر یا حامیم مومن که دو نام دارد در این سوره هست. و خلاصه حامیم مؤمن آیه شریفه فدعوا الله مخلصین له الدین که معنایش اینه که در همه شؤون زندگی، در تمامی مسائل و مصائب فقط خدا را فریاد بزنید. مخلصین له الدین ای مخلصین له الدعا، دعایتون را خالص برای خدا بگردانید، غیر از خدا کسی را نخوانید. از ابتدا تا انتها الله عزوجل از ما اینو میخواد که ما عبادتهای خودمون را اختصاص به خدا بدیم. اما ربط این سوره و مناسبت این سوره، ما معتقدیم سوره های قرآن مجید با هم خیلی مرتبطند. نه تنها سوره، هر آیه با آیه دیگه تناسب داره، مناسبت داره. امکان داره ما غافل باشیم، ما ناآگاه باشیم، ما بیخبر باشیم از ربط، ولی بدون ربط نیست و نخواهد بود. شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله چند نوع ربط بیان می کردن. بعضی ربط ها رو می گفتن ربط اسمی که از روی اسم این سوره ها با هم مناسبت دارند، اسمی که این سوره ها دارند. و یکی دیگر ربط معنوی از روی اون
مفاهیمی که در سوره ها هست، مطالبی که در اون سوره هست، اون مفاهیم و مطالب با هم دیگه چی هستند؟ مرتبط هستند. لذا اول ربط اسمی در سوره زمر، زمر جمع چی هست؟ زمره هست. زمره یعنی جماعت. خدای تعالی در سوره زمر دو زمره را یاد کرد، فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. یکی از اون زمر در جنت هست و یکی در سعیر است که در آخر خواندیم وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. اونهایی که به جهنم میرند الذین کفروا هستند و اونهایی که به بهشت میروند الذین اتقوا ربهم هستند. پس در سوره زمر دو زمر ذکر شد، دو گروه ذکر شد. اکنون در سوره مؤمن به زبان مؤمن آل فرعون مسئله ذکر میشه که در اون مسئله را هر کس تسلیم بکند، هر کس در مقابل اون مسئله صرف پایین بیاورد، اون از اون زمر خوب هست، از جماعت خوب هست، از زمره خوب، یعنی اهل بهشت است. این ربط اسمی هست و هر کسی که این مدعا را انکار نماید اون فی السعیر هست، اون از اون گروه دیگه هست، الی جهنم هست. اون مدعا بعداً ذکر میشه. این ربط اول، مناسبت اول. مناسبت دوم اینه که در سوره زمر ما خواندیم فاعبد الله مخلصا له الدین. مدعای مرکزی و محوری سوره چی هست؟ فاعبد الله مخلصا له الدین، یعنی توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کن. حال در سوره مؤمن رکن اعظم عبادت، مخ عبادت، رکن رکین عبادت یعنی چی؟ یعنی دعا، اینجا ذکر شده. پس اونجا بحث توحید فی العبادت است، اینجا توحید فی الدعا است که الدعا به گفته ابن عباس رضی الله تعالی عنه مخ العباده روایتی هم هست و یک روایت دیگه است الدعا هو العباده، دعا اصلا خود عبادت است. بنابراین این مناسبت دو سوره هست. اما سوره مؤمن که ما آغازش میکنیم، شروعش میکنیم، سوره مؤمن بر دو بخش مشتمل است. بخش اول از حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم شروع میشه تا وسط سوره داریم الحمدلله رب العالمین، تا اونجا بخش اول سوره است و بعد از الحمدلله رب العالمین قل انی نهیت تا پایان سوره بخش دوم سوره هست. معمولا در بخش های دوم عیناً اعاده و تکرار موضوعاتی هست که در بخش اول است، اما با یک اسلوب دیگه، با یک تعبیر دیگه. خب در بخش اول ما چی داریم؟ این مطلب را که ابتدا ما خلاصه سوره ها را عرض می کنیم، دوستانی طلبه‌ای که میخوان خوب قرآن یاد بگیرند اینها را حتما به ذهن داشته باشند. کسی که بتوند خلاصه سوره را حفظ کند، راحت خلاصه کل قرآن را ذکر میکنه. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله یک تفسیری نوشته، تفسیری نیست، جزوه‌ای هست به نام تفسیر بی‌نظیر، خیلی کوچک هست. در این ربط سوره ها هم هست، شاید 40-50 ورق بیشتر نباشه، خلاصه کل قرآن هست. و حضرت شیخ محمد طیب رحمه الله که صبح عرض کردم خاطراتش را خدمتشون رسیدیم، ایشون فرمون من قرآن مجید را کلا در ظرف 15 روز برای علما درس میدم، آخر 1 ساعت از اول تا آخر خلاصه را بیان میکنم. این خلاصه گویی واقعا یک هنری هست، کسی که بتوند خلاصه ها را یاد کنند. لذا خلاصه این سوره، در این سوره ابتدا یک تمهید است، یک مقدمه هست. معمولا در حوامیم تمهید است، اونم با کلمه تنزیل، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. در سوره دیگه است تنزیل من الرحمن الرحیم و بازم تنزیل الکتاب.
در اکثر این تمهید این مقدمه است. این مقدمه به خاطر این است که خدای عزوجل ما را به وسیله این مقدمه و تمهید ما را به سوی قرآن متوجه می‌گرداند که گوشایت را باز کن، چشمایت را باز کن، مطالب این قرآن را بگیر. و بعد این تمهید مشتمل بر 4 عنوان است که اون عنوانها را عرض میکنم. سپس ترغیب هست و بعد از ترغیب الله تعالی در 3 جای این سوره مدعا را مطرح میکند. همین مدعا یعنی توحید فی الدعا 3 بار در این سوره ذکر میشه و برای اثبات مدعا یک دلیل وحی بیان میشه، یک دلیل نقلی از مؤمن آل فرعون بیان میشه و 2 تا دلیل عقلی ذکر میشه. پس 4 تا دلیل، یک دلیل وحی، یک دلیل نقلی از مؤمن آل فرعون و 2 تا دلیل عقلی. اما 2 تا دلیل عقلی طوری هستند که بعد از هر دلیل عقلی یک ثمره، یک نتیجه براش بیان میشه که اون نتیجه یک نمونه کاملی از تخویف دنیوی هست. و باز در پایان این مباحث تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و در بخش دوم هم همین مطالب تکرار میشه. خب توجه بفرمایید، حامیم این حروف مقطعات هستند. الله اعلم بمراده. سلف صالح ما، متقدمین ما اینها را تفویض کردن به الله عزوجل که معانی اینها را، مفهوم اینها را الله بهتر میداند. خیلی ها گفتند اینها رموزند، اسرارند بین خدای عزوجل و رسول مکرمش، والله اعلم. اما ما ایمان داریم که کلام الله هست، اما مفهومش را به خدا تفویض میکنیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. این تمهید است، این مقدمه هست. تنزیل یکی هست، تنزیل یکی هست انزال. انزال میگوین نزول دفعتا واحدتا را، اما تنزیل یعنی نزول به تدریج، آهسته آهسته، کم کم، در ظرف چندین سال. قرآن مجید تنزیل شد، انزال نشد. انزال شد یک شبه از لوح محفوظ به سماع دنیا. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر. اما بر قلب اطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم تنزیل شد کم کم، تدریجا، بخلاف تورات که انا انزلنا التورات فی هدی و نور یک بار به موسی داده شد. اما اینجا چون که مقصود و هدف تربیت امت آخر الزمان بود که تا قیامت باید بماند، لذا الله تعالی تدریجا به منظور تربیت چی کرد؟ نازل فرمود. تنزیل الکتاب من الله پس تنزیل شما پایینش بنویسید کیفیت نزول. من الله العزیز العلیم. من الله این بیان منزل است، العزیز العلیم اینها صفات منزل هستند، از طرف الله نازل شده. اون اللهی که العزیز العلیم بر هر چیز غالب است و هر چیز را دانا هست. لازمه نزول اینه که هم توان و قدرت و تسلطش را داشته باشد و هم علمش را داشته باشد. پس هم غالب است و هم علیم هست. اللهی که بازم صفات منزل، اللهی که غافر الذنب و قابل التوبه شدید العقاب ذی الطول. 4 صفت برای شده، برای خدای عزوجل بیان شده. غافر الذنب و قابل التوبه، آن اللهی که بخشاینده گناهان است و پذیرنده توبه ها هست. ببینید هر دو با لفظ واو عطف شدند، غافر الذنب و قابل التوبه.
به خاطر اینکه عند شیخ رحمه الله معتقد است که اینا هر دو یک صفت هستند. توبه را که بپذیرد گناه را هم می بخشد. اما شدید العقاب، چون که صفت این دوتا صفت جمال هستند و شدید العقاب صفت چیه؟ جلال هست. لذا اونجا به وسیله چی؟ به وسیله واو اینها را متصل نکرد. شدید العقاب هست. و صفت دیگرش ذی الطول، طول به معنای قدرت، توان. اینجا تفسیرهای مختلفی گفتن. بعضی گفتن ذی الطول ای ذی السعه فی الامور کلها، در همه امور چی هست؟ دارای توان و وسعت و قدرت است. بعضی گفتن ذی الطول یعنی ذو الفضل، خدایی که دارای فضل هست. بعضی ذی الطول را گفتن ذی الغنا، خدایی که غنی هست. سعت و غنا هر دو یکی هست. بعضی گفتن ذی القدره که همون طول را ابتدا ترجمه کردیم. به هر حال بسیاری از علما اینجا معتقدند که این صفت جمال است. لطیفه جالبی هم اینجا بیان میکنند که خدای تعالی 4 صفت ذکر کرد. از این 4 صفت 3 تا صفت رحمتند و 1 صفت غضب است. یا 3 تا صفت جمالند، 1 صفت جلال است. غافر الذنب، بخشاینده گناهان، این صفت چیه؟ جمال. قابل توب، کسی که توبه ها را میپذیرد، این صفت جمال است. ذی الطول که در آخر می آید، ای ذی السعه، ذی القدره، ذی الغنا، ذی الفضل، بر ما فضل و جود می فرماید، غنی هست. این صفت هم صفت چیه؟ جمال هست. شدید العقاب در وسط چی هست؟ صفت جلال است. 2 نکته جالب اینجا بیان کردن. یکی این که نسبت جمال خدای عزوجل با نسبت جلال هم مشخص شد که اگر ما صفات قهر را با صفات رحمت بخوایم مقایسه بکنیم، صفات قهر بسیار اندک است نسبت به چی؟ نسبت به صفات رحمت 1/4 است، اون 3/4 است. دوم این که صفت قهر احاطه شده و محاصره شده به وسیله چی؟ صفت رحمت، که مفهوم حدیث همین مفهوم را میرساند. ان رحمتی سبقت غضبی یا وسعت غضبی، رحمت من غضب را احاطه کرده، در بر گرفته و بر او غالب هست. پس اون چی که در حدیث گفته شده در ترتیب این صفات اینجا عملا چی شده؟ نشان داده شده. بله، پس الله عزوجل اینا صفات منزل بودند. اون ذاتی است که هم گناهان میبخشد، هم توبه ها قبول میکند. این برای کسی که این حکم نامه را بپذیرد. شدید العقاب، سخت عذاب میده برای کسی که این حکم نامه را نپذیرد. ذی الطول، ذاتی هست که دارای قدرت یا دارای فضل زیاد هست. لا اله الا هو، این لا اله الا هو این منظور تنزیل هست، هدف تنزیل است. خدای عزوجل فرمود تنزیل کتاب، تنزیل الکتاب، کتاب را نازل کرده. هدف نزول چی هست؟ اینه که لا اله الا هو، هیچ معبودی، هیچ خدایی از خدایان باطله استحقاق معبودیت ندارد، استحقاق الوهیت ندارد الا هو، مگر او. الیه المصیر، فقط و فقط بازگشت شما، برگشت شما، رجوع شما به طرف او خواهد بود. عرض کنم خدمت شما که اینجا 2 جمله هستند
با صفت که غافر الذنب و قابل التوب که اینها عرض کردیم صفت لفظ جلاله الله هستند. اما لا اله الا هو الیه المصیر، بعضی گفتند که این حال هست از لفظ جلاله الله و بعضی گفتند که اینجا وقتی که بگیم لفظ حال هست مشکلی پیدا نمیشه. بعضی گفتن این هم صفت است، جمله کلا صفت است. وقتی که جمله کلا صفت باشد یه اشکالی وارد میشه که لفظ الله اشکال نحوی است که اعرف المعارف است و لا اله الا هو چی هست؟ جمله هست. و شما خواندید در نحو که جمله حکم چی دارد؟ نکره دارد. چطور نکره میتواند صفتی برای نه معرفه بلکه برای اعرف المعارف باشد؟ جواب و پاسخش اینه که درسته جمله خودش حکم نکره دارد، اما جمله تا جمله داریم. بعضی جمله ها هستند که مفهوم اون جمله منحصر در موصوف است، هیچ جای دیگه مصداق پیدا نمی کند. الان لا اله الا هو جمله ای هست که این مفهوم بغیر از اینکه برای الله صادق باشه برای کسی دیگه جای دیگه صدق پیدا نمیکنه. پس این جمله هم یک جمله چی هست؟ اختصاصی است. همونطور که لفظ الله جلاله الله اعرف المعارف شده، این جمله هم همون حالت را از نظر مفهوم و معنا دارد. خب ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ببینید ربط این آیه را با گذشته بیان میکنم. در گذشته بحث نزول قرآن مجید بود که الله تعالی قرآن را نازل کرده. منزل کی هست؟ چه صفات جالبی دارد؟ چه صفات زیبایی؟ 7 صفت بیان شده: العزیز، العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، لا اله الا هو. دارای این صفات، وقتی که دارای این صفات و صاحب این صفات کتابی را نازل می کند، پس می طلبد که اون کتاب را هیچ کسی انکار نکند، در مقابل اون کتاب هیچ کسی قد علم نکند. پس هیچ کسی این کتاب را انکار نمی کند مگر اون مجادل بدبخت، اون کسی که جدال بالباطل می کند. اون کسی که چی؟ جدال بالباطل می کند. پس مقتضای حقیقت قرآن و توحید این که در آن انکار و جدال نباشد، اما باز هم ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. الله می فرماید این حکمنامه ظاهر است، این حکمنامه آشکار است، در این کسی جدال نمی کند مگر معاند. ما یجادل فی آیات الله، در آیات الهی. ببین اصل اینجا این بود که ما یجادل فیه، چون بحث کتاب قبلا گذاشت، تنزیل کتاب، ولی ضمیر نیاورد خدای عزوجل، بلکه چی آورد؟ اسم ظاهر. ما یجادل فی آیات الله فرمود، نفرمود که ما یجادل فیه، به خاطر اظهار شرف این حکمنامه است. خدای عزوجل میخواد این حکمنامه را، شرفش را چی بکند؟ نشون بده که این آیات الهی هستند. با این نسبت میدونید چه شرفی پیدا میکند. لذا الله میفرماید ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. در این آیات الهی جدل نمی کند، بحث نمی کند، درگیر نمیشه. الا الذین کفروا، مگر کسانی که کفر کردند. کسانی که کفر کردند اونها جدال می کنند. بعداً الله عزوجل می فرماید که چرا اینها جدال می کنند.
در همین آیه میخوانیم وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق. اینها جدال میکنند تا اینکه حق را زائل بگردانند، حق را بی اثر بگردانند. ولی خب شما ببینی فریب نخورید. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اولا معنای کفرو هست ای ستر الحق عنادا. کافر به اونهایی میگند که حق را عنادا چی میکنند؟ میپوشند، حق پوشی میکنند. خب فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ببینید کفار جدال میکنند، اما خدای عزوجل برای روش اصلاح ما اینجا چند چیز بیان میکند. اول فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ببین که رونق تجارت کفار و نشو و نمای کفار، زرق و برق کفار شما را فریب نده. چون که شما میگید وقتی که کفار منکر خدا هستند جدال بالباطل میکنن، آیات قرآن را اونها با آیات قرآن مبارزه میکنن، نباید اونها وضعی داشتن، باید خدای عزوجل بدترین زندگی را برای اونها تحمیل میکرد، به اونها تحمیل میکرد. اما الله سنتش این نیست، اون علتش بعدا بیان میشه. لذا الله میفرماید فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. این تقلب اونها استدراج است. استدراج چیه؟ اینه که الله عزوجل مهلت میده و میدان را برایشون باز میذاره. وقتی که اونها جدال میکنند، وقتی که اونها عناد میکنند، وقتی که حق را نمیپذیرند، میدان برایشون باز میشه تا بیشتر برن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. مهلتشون میدیم، اما وقتی که بگیرد سخت میگیرد. پس شما مسلمانان را، شمایی که بر هدایت هستید، الله عزوجل می فرماید فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تقلب از باب تفعل هست، یعنی این شهر و اون شهر گشتن، اینجا اونجا رفتن. خیلی ها هستن میبینیم که مسلمانان فقرا به اونها با یک چشم خاص نگاه میکنن. یه روز پاریسه، یه روز لندنه، تمام دنیا گشت و گذار میکنه، هر چی دلش میخواد انجام میده در بهترین امکانات و کفر صریح به آیات خدای عزوجل. لذا الله به ما میگه فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. این مفهوم در چندین آیه دیگه ذکر شده. در شهرها میبینی که آباد هستن، در شهرها رونق دارن، زرق و برق دارن، این موجب فریب شما نشه. ولی این را هم خدمت شما عرض بکنم که تقلب علما نوشتن، علماء لغت، از باب تفاعل برای قلت و حقارت می آید، برای قلت و حقارت می آید. یعنی این که امروز اینجا هستند، فردا اونجا هستند، همه چیز دارند، تجارت دارند، گویا دنیا را دارند که اداره می کنند، این خیلی بیارزشه. چون که در اون سوره آل عمران گفته متاع قلیل. این بهره گرفتن و استفاده کردن تا یک لحظه ای هست، تا یک مدتی هست. ثم مأواهم جهنم. برد اصلی با شماست که اونجا شما در عیش و نعمتهای ابدی و سرمدی هستید. پس نسبت به اون تقلب اونها واقعا هم حقیره و هم قلیله. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. سه روش اصلاح هستن که اولینش این هست و دو تا دیگه انشاءالله در آیات بعد می آیند. والسلام عليكم ورحمة الله. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني
كان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.